سلام و درود فراوان بینندگان گرامی، شروع میکنیم برنامه را با نام یاد الله مهربان. بینندگان گرامی، نوار امروزه ما درباره یک خبر خوب و خوشحال کننده هست. انشاءالله خبرهای مستحکم هستند از شبکه‌های خبری که خیلی با قوت هستند، جهانی هستند، دسترس شدگی هستند. انشاءالله یکی از اون شبکه‌ها به نام شبکه بی بی سی است که انشاءالله ممکن شما فهمیدگی باشید و دیگر شبکه‌های خبری مستحکم به دست ما رسیدگی هستند. به همین خاطر برای شما میرسونیم انشاءالله. نوار رو تا آخر نگاه بکنید و برای دوستان رفقان خودتان پهم بکنید و اگر بخواید سر وقت از نوارهای ما با خبر باشید انشاءالله میتونید که در شبکه آبونه بشید. برادران عزیز، چگونه که شما میدونید یک چند روز پیش ما داروی را به نام رمدسیویر برای شما معرفی کردیم و گفتیم که این دارو بر ضد کرونا ویروس باید که آزمایش بشود. داروی خوبی هست، چگونه که متخصصا بیان کرده هستند. اما بعد از آزمایش تقریبا یک هفته شد، نه که تا امروز، بعد از این یک هفته که آزمایش شد بسیار نتیجه های خوبی را کسب کردن، بسیار نتیجه های خوب نشان داد که حقیقتا یاردن میکرده است برای کسانی که به همین بیماری کووید 2019 گرفتار هستند. 10 تا 11 ساعت زمان همون بیماری را کم میکرده است. به همین خاطر رهبر آمریکا دونالد ترامپ ایرا تصدیق کرد و فرمان داد که بر بالای بیماران ایرا گرفته استفادهش بکنید. حاضرش در یکی از شرکت های آمریکایی که در کشور آمریکا ایرا تولید کند، از روز چهارم که از فردا باشد اگر باید که شروع بکنند با استفاده این در بالای بیمارانی که حالت شدید دارند. بر بالای همینها انشاءالله که استفاده این شروع می شود. و همچنین رئیس سازمان داروسازی بریتانیا که در سخنان خودش که شخصا همین روز برآمد کرده این سخنان را بیان کرد، گفت که بله در حقیقت نشانه ها و آزمایش های خوب این دارو کسب کرد و همچنین فرمودند که این دارو اولین داروی نیست که مخصوص برای همین کرونا ویروس اختراع کرده باشه. این داروی نو نبوده است. این داروی یعنی کهنه هست، اما برای دیگر ویروس هم استفاده شدگی بوده است، نتیجه های خوب دادگی بوده است، مخصوصا در سال 2002. اما امروزه وقتی که برای کرونا ویروس هم ایرا گرفتن، تحقیق کردن، آزمایش ها گذراندن، نتیجه های خوب نشان داد. به همین خاطر این دارو را از روز 4 می دیگه در امریکا شروع میکنن. اولا برای شهروندان امریکا در بیمارانی که در بیمارستان هستن استفاده میکنن و همچنین اگر انشاءالله که باز هم نتیجه خوبتر و بهتر بشه در دیگر کشورها و در دیگر دولت ها ایرا پهن و پخش میکنن و تولید انبوه ایرا چکار میکنن، تأمین میکنن تا اینکه برای دیگر مردم هم قابل استفاده باشد. اما بینندگان گرامی، انشاءالله که امیدوار هستیم که الله مهربان باز هم دانشمندانی که در همین ساحه حرکت و تلاش میکنن که به سبب همین دارو ممکن که جان هزارها نفر انشاءالله نجات داده بشود، که همه اینها یک سبب هستند، با خاص الله مهربان هستند و با کمک الله مهربان هستند. هر چیز زودتر انشاءالله تولید زیاد این به دیگر دولت ها و به دیگر شرکت های داروسازی هم برسد تا اینکه انشاءالله بتوانند که هر چیز زودتر این دارو را بگیرن به دست مردم برسانند و برای بیماری ها برسانند. چون که چگونه که متخصصان و دانشمندان و پزشکان بیان کرده هستند، این دارو یکی از خوبیش همین است که وقتی که 10 تا 11 روز مدت بیماری همون انسان را کم میکند، اون متخصصان و پزشکان میتونن که طبابت و کارهای خودشون به خوبی و به راحتی در بالای این بیمار انجام بدهند و این بیمار را بتونن که نجات بدهند، انشاءالله نجات بدهند به همین سبب همین دارو قطعی. به همین خاطر حاضرش فقط در بالای بیمارایی که بیماری شدید دارن در بالای همونها استفاده می شود و بعد از چند مدت که انشاءالله بهتر شود دیگر در بالای هر کسی که به همین بیماری علکه گرفتار شده برابر بگیرن استفادهش بکنن. خوب انشاءالله که ما در بالای این اگر باز یگان خبرهای خوبتر اگر باز به دست شود، یا که در بالای نرخ همین قیمت همین چقدر هست، در بالای این باز خبرهای شود انشاءالله برای شما میرسونیم. و واکسین هم که گفتگی بدیم حاضرش در بالای اون واکسین گفته بدیم تا 3 هفته بعد باید آزمایش معلوم شود در هندوستان. او را انشاءالله اگر یگان خبر شده برای شما میرسونیم. انشاءالله امیدوار هستم برادران عزیز که اولا شما هرگز دعا را فراموش نکنید، چون که همه اینها یک سبب هستند. اینها یک چیزی نیستن که قطعی 100% کرونا ویروس نابود میکنه بگیم، همش اینها یک سبب هستن با خاص الله مهربان و با تلاش و کوشش دانشمندان هستن انشاءالله.
فقط شما دعا را فراموش نکنید. اولین چیز برای خودتون دعا را قرار بدید و بعدا اینها انشاءالله یک سبب هایی هستن که با خاصی الله هستن انشاءالله. خوب بینندگان گرامی، امیدوار هستیم که همیشه سالم و سلامت باشید. حرکت بکنید انشاءالله که ایمونیتت خودتون را پیش از همه پیشگیری کردن از این ویروس ها و بیماری ها ایمونیتت که مستحکم باشه انشاءالله هیچی برای شما هجوم کردن نمیتوند و میتونه که انشاءالله از چیزهای بگیم طبیعی استفاده بکنید و تا نوارهای بعدی الله مهربان نگهبان هر یکی از ما و شما باشه.